حکم دادگاه شهر وحدت در نسبت عالمه کمالووا امروز 3 سپتامبر اعلان شد. بر اساس قرار دادگاه، کمالووا 12 سال زندان را در محبس نظامش عمومی پس سر می‌کند. دادرس ضمن قرائت حکم گفت که گناه عالمه کمالووا ثابت شده است، ولی خود عالمه کمالووا در ضمن سخن آخرینش در دادگاه گفت که او گناهکار نیست و به خاطر اطاعت از شوهرش راضی شد که همراه او به افغانستان برود. عالمه کمالووا گفت که شوهرش به او وعده داد که به افغانستان به توی یک دوستش میرود، ولی به گفته او وقتی به آنجا رسید شوهرش حجت‌های او را سوزاند و دیگر نتوانست از آنجا بیرون شود. کمالووا چند مراتب از دادرس خواست که به خاطر 4 فرزند نابالغش او را آزاد نماید. عالمه کمالووا در دادگاه گفت خود را به نیروهای حکومتی افغانستان تسلیم کرده 2 سال را در محبس پل چرخی گذراند و در این مدت چند مرتبه با نوشتن نامه از حکومت تاجیکستان و از سفارت تاجیکستان در کابل درخواست کرد که برای بازگشت به وطن به او کمک کنند، ولی این ساکن شهر وحدت گفت که هیچگاه امید نداشت که او را در تاجیکستان دوباره زندانی میکنند، چون به گفته خودش میخواست به وطن برگردد و زندگی نو بنیاد کند. نزدیکان این ساکن شهر وحدت گفتند از قرار دادگاه ناراضی‌اند و از بالای آن به زینه کاساسیون شکایت خواهند برد. برای که فرزند ما برای چیز نرفته بود، برای مثال انا فریبی شوهرش قضیه رفته بود در این کار غلطی رفت، شوهرش رفت من خودش مثال در چی اشتراک کرد نکرد، مثال شوهرش اینا فوتیده خودش داخل سرسان و سرگردان تا این حکم تاجیکستان آمد. لیکن تاجیکستان با یک آرزو هوس اومد، ولی مادری 4 فرزند که با یک آرزو هوس اومد که حکم تاجیکستان برعکس گرفتن و برای پرونده جنایی شدن. عالمه کمالووا 31 سال داشته. به گفته نزدیکانش سال 2013 با یک ساکن شهر وحدت عائله‌دار شد و 2 سال بعد برای کار به روسیه رفتند. نزدیکان این ساکن شهر وحدت گفتند که تنها سال 2017 فهمیدند که او به سوریه رفته است، ولی به گفته آنها عالمه کمالووا نه به سوریه بلکه از روسیه نخست به ایران و از آنجا به افغانستان رفت و طول 5 سال در شهر جلال آباد بود. معلوم نیست که او در آنجا در حیات کدام گروه بوده است. معلوم نیست که عالمه کمالووا کدام وقت و در تحت کدام شرایط به تاجیکستان آورده شده است. نزدیکانش گفتند که در این باره اطلاع ندارند، اما دادرس ضمن قرائت حکم گفت که سنه اجرای جزا از 12 ایول سال 2021 حساب کرده می شود. نزدیکانش گفتند که از آوردن او دیر خبردار شدند. همین ما انا با همه کمک خلاص فهمیدیم داودا کردن ایسو کردن اگر ما هیچ نمیدونستیم کی آوردن چی ما نمیدونستیم. بعد پیدا شدن گروه تندروی دولت اسلامی، ده‌ها زن تاجیک همراه شوهرانشان قسماً به سوریه و عراق و یک قسمی آنها به افغانستان رفتند. اکثر این زنها در صحبت با رسانه‌ها گفتند که فریب شوهرانشان را خوردند و هیچگاه در حیات این گروه تندرو جنگ نکردند. مقامات تاجیک وعده دادند که این زنان تاجیک را به وطن برمیگردانند. تا این دم قسمی از زنان تاجیک به خاطر شرکت در حیات گروه تندروی دولت اسلامی در عراق زندانی و یک قسم دیگر در سوریه در اردوگاه‌ها نگهداری می‌شوند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی شهر وحدت.